همچنان که رهبر دولت در پیام خود به مردم کشور گفته بود تطبیق لایحه‌ها به مثال ساختمان راه موشنگرد بین المللی دوشنبه کلوبخور و قلمه برای بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری کشور، پیوست شدن به شبکه‌های بین المللی نقلیاتی، انکشاف بازار داخلی و افزایش حجم خدمات رسانه‌های بین المللی مساعدت خواهد کرد. وابسته به شرایط اقلیم، راهسازان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه شغنان راه‌های در موازنه مؤسسه داشته را به درجه تحمیر برقرار کردند. اساساً کارهای تعمیرکنی و مومریزی در قسمت راه کیلومتر 591-594 موضع دهه یومچ ناحیه شغنان رفته ایستاده است. بنا به اندیشه سردار مؤسسه مذکور، برای تعمیر و برقرارکنی راه‌ها در موازنت این اداره بوده 16.4 تن موم دسترس گردیده، باز از جانب وزارت نقلیات جمهوری علاوه مقدار معین موم انتقال داده می شود. مؤسسه دولتی نگهداری راه اتومبیلگرد ناحیه شغنان حاضرش به تعمیر جاری خود مشغول هستیم. گرچند که برای کشیدن آن ما تنقیصی کشیدیم، از طرف خوشبختانه از طرف حکومت محلی دستگیری یافتیم. این مبلغ پورا پرداخت کرده شد و ما آن را کشانده ایستاده ایم. راه‌ها تعمیر طلب هستند، مبلغ زیاد طلب کرده ایستادند، ما امکانات وقتی کار کرده ایستاده ایم. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی به مفصل فصل تینمای زمستان در برابر همین با جمع کردن قوم در سر راه‌ها نیز کارگران را مشغول هستند. اینچنین از جانب وزارت نقلیات جمهوری در عموم برای نگهداشت راه‌های حدود ولایت مختار کوهستان و بدخشان برای مؤسسه نگهداری راه‌های ناحیه شغنان 50 تن، صغردشت 30 تن، درواز و ونج و روشان 50 تن، راشقلعه 40، اشکاشم 70 و مرغاب 50 تن و در عموم 410 تن موم جلو گردیده قسما الکی برای تعمیر جاری صرفه کرده شده است. از آنکه صفتناکی موم خشت به اندازه بلندتر باشد، لازم میاد تا چندین بار آن را آمیخته نموده، پس آن در حالت گرم بودنش با طلبات تکنیکی راهسازی و تعمیر کنی هنگام تعمیر جاری راه‌ها استفاده برد. راهسازان ناحیه شغنان صرف نظر از حرکت منتظم نقلیات بارکش و مسافربر تعمیر جاری راه‌ها را ادامه داده، در بعضی موضع‌ها قطعه‌های تماما خراب گردیده را پرره از نو موم فرش می‌کنند. صفت خوب راه‌های حدود ولایت که قسمت زیاد آنها راه‌های بین المللی محسوب می‌یابند، به حرکت منتظم نقلیات بارکش و توسط آن واردات مال و کالا به کشور مساعدت می‌کنند.